دویم بله. سوال استاد، وقتی که زن شوهر میکند شما گفته بودید که کلین سلام تا سرخم کردن ممکن نیست. وقتی که زن همین کار کند اگر نکاحش باطل میشد یا نه؟ بله. برای آنکه سجده به غیر الله تعالی آدم از دایره اسلام میبرارد، بنابراین ممکن نیست به غیر الله تعالی سجده کردن. اگر ممکن میشد من امر میکردم که به شوهرانش سجده کند. این سبب این گپم گفتگیشون همین که حضرت معاذ ابن جبل وقتی سفر شام کرد، در شام دید که مردم نصرانی ها به پاپ ها، یعنی مردم علمای روحانی های خود سجده میکردند. بعد در قلبم آمد که میگفت پیامبر صلی الله علیه وسلم از پیشوایان دینی اینها دیده سزاوارتر هستند. اونا پیغمبر نیستن، اقلا هم توی آدم عادی هستند ولی در دینی نصرانیت پیشوا بودن. پیامبر صلی الله علیه وسلم از آنها دیده به سجده سزاوارتر گفتند و وقتی که بازگشتن به پیامبر صلی الله علیه وسلم سجده کردند. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم انکار کردند: ما هذا، این چی هست؟ لا تفعل، نکن. یا رسول الله، دیدم که مردم شام به اسقف های خود، روحبان های خود سجده میکردن. گفتم که پیامبر صلی الله علیه وسلم سزاوارتر هستند از اون دیده و سجده. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم اگر سجده به غیر الله به کسی دیگر اجازت میشد، هر آینه من اجازت میدادم که زنها به شوهرهاشون سجده کنند، از جهت بزرگ بودن حقوق شوهر بر بالای همسر. نگفتم که به من سجده کنند. یعنی اگر اجازت میشد فقط زنهای امر میکردم که به شوهرهاشون سجده کنند، تمام. همینم اجازت ندادم. بنابراین کسی به غیر الله تعالی سجده کند او از دین میبراید. در حال باید کلمه گرداند: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گوید. بله. اگر نکاح کرده شده باشد، نکاح هم از نو کنن بهتر است. درست است که بعضی فقها اگر در جایش کلمه گرداند نکاحش باقی میماند میگن، لیکن خطرش آخر بازی نیست که آدم به غیر الله تعالی سجده کند. بسیار گناهی کلان است. حتی رکوع هم زنها در همون کلین سلام ها نصفی رکوع میکردن. اگر رکوع هم میکنن، نصفی رکوع هم میکنن، نادرست است. و مخلوق، این مدنیت اسلام است. این حقوق شما را حفظ کرده است که در پیش یگان مخلوق شما باید سرخم نکنید. شما مخلوق هستید، او هم مخلوق است و شما هیچی برتری ندارد که در پیش وی سرخم کنید. این شریعت حقوق شما را رعایت کرده است، حقوق شما را حفظ کرده است. نه در پیش یگان علم دار، نه در پیش کسی دیگر سجده کردن، رکوع کردن، اینو قطعی منع است.